سلام دوستان عزیز، اینک طول یک هفته است که ما در انگلیس قرار داریم. ما دوام آن را گفتنی میخواستم که طرز پر کردن انکتا در سامانه اگری اچ ار. خب انکتا رو که پر کردن درباره رصدش گپ میزنیم. رصدش از خودی سر کردن از نمون چیزی که میگیرین، نسودی مستی که میگیرین از همونجا سر میشود. رصدی که سر کردن شما مبلغی که شما صرف میکنین از نسودی مست سر میشود. تو با ویزا میسپرین، بعد از نسودی مست یک مقدار معین، یعنی ما ما 27,000 روبل روسی برای ویزا صرف کردیم، سپریدیم و اساس بعد اون میرود برای بیامتری چیزی که پول میگیرن از کانتاکت 5,000 بعضی و 7,000 بعضی و 10,000 مبلغ میگیرن. یعنی در ویزاوی سنتر؟ در ویزاوی سنتر، البته در ویزاوی سنتر مبلغ خود رو میگیرن. افسوس که حالا از سبب بسیار بودن خواهشمندانی که در انگلیس کار کنند به حد زیاد هستند، سامانه موافقتا منع کرده شده. حالا نمیتوانند که در آنجا انکت خود را پر کنید. ان شاء الله ممکن تا یکم ماه فوریه سامانه رو بکشند، شما میتوانید آسان انکت رو پر کنید. درباره چگونه حجت رو استفاده بردن برای استفاده انکت شما، یکم سر نشد از اگر پاسپورت شما، بعد پاسپورت توجیکی آیدی کارت میگن، بعد صورت علیش صورت نشد، صورت سه بچه پاسپورت کارت میتونید با واسطه تلفن خود صورت گیرین و در انکت پارت فراموش نکنید که در 12 پونکت میشود. اول شما داتا سابیس دیدن میگیرید، صورت هم میپرتین، بعد پاسپورت پاسپورت خود رو PDF کردن، فرمت PDF کردن میپرتین، بعد از اون چی رو میپرتین، نسودی مثل فرمت PDF کردن میپرتین، بعد خودی نمون متسپراف رو فرمت PDF کردن میپرتین، بعد سابیس دیدن رو انتظار میشود. خب در این ویدیو میخواستم دوستان با چند سوالی که در کامنتر ویدیو پیشین نوشتن، سوال اکتوالی جواب دادم. یک سوال بسیار ما رو با فکر غلطوند که یک برادر نوشته است که کنار ترکی نکنین، یکم دویم سوم قسم نکنین، از خدا ترسین، چون که چیزی که میدونیم با مردم گوین. با برادر گفتنی هستم که ما کینو نمیکنیم، ما هم چیزی که میدونیم در اول میخواستیم که گپ زدیم، اما چیزی که با چشم ندیدیم ما درباره اون چیز بیشتر من گفتن نمیخوام که اون چیزا با چشم خود ندیدم که در کجا هم چه خیلی هم چند فایلی بگیرم. برای میخواستیم که بیایم با چشم خود ببینیم، بعد دوامش برای شما نقل کنیم. برادر عزیز، ما خیلی نیست که یعنی کینو میکنیم، از تو وگان ما کارم نمیکنیم، پروسا میخوایم که یک کار خیری کنیم که یک کس بیاد کار کنه یا روی زندگیش ایواد. برای ما این قبل است روز دیگر برای ما یک ثواب برسد. بله. کامنت‌های زیادی نوشتن، جواب دادیم، از اکثریت کامنت‌ها جواب دادیم. بله. کامنت‌ها ما نوشتیم، بله. بله. سلام میخواستن. یک چیز دیگه فراموش نکنیم برادر که دست ما یگان چیز نمیبیاد، ما نه ویزا گرفتن میتونیم برای شما، نه ویزا سپردن میتونیم، نه انکت پر کردن میتونیم. ما فقط یک کاری که خیری که میتونیم چگونه پر کردن، راهی پر کردن، درست پر کردن، برای با همین انگلیس آمدن رو ما همه با مردم میگیم. ما برای انگلیس آمدن میگیم، نمیگیم که ما یعنی از شما مبلغی طلب میکنیم یا که ویزای شما رو پر میکنیم. ما این کارو اصلا نمیکنیم. بله. خلاص برای پر کردن بلانکای چی همون 12 شک ما سیلکش رو در عربستانی میگذاریم. ما برای پر کردن این بلانکای 12 قسمی که پر میکنید انکت خود رو در عربستانی هم میگذاریم. خب اینستاگرامی نمی فیلم هم نیست، در عربستانی هم میتونید چیز ما داریم ببینید داشت. خوب دوستان، در ویدیوهای آینده ما برای شما درباره اولی که دیگه زخالت که میگیرید و شرط و شرایط زندگی و جای خوب اصوله رو اینها برای شما سیمکن میکنیم. در حضرت است ویدیو کردن میپرسیم دوستان. وقتی دوستان سلامت باشید، سربلند باشید، یک دیلونه حرکت کنید، انشالله که ویزا رو میگیرین. تماشا میکنید چه خیلی که میگن جهان دیده باشید، جهان خوردنه. شما هم میتونید که از یکی از منظره های زیبایی که ما قرار داریم بیاین اون روز تماشا کنید و لذت ببرید دوستان. و کار کنید، دل مانده نشین، هم تماشا میکنید هم کار میکنید، همش میشه ان شاء الله. پناه الله باشه.